دوستای عزیز سلام، صبح بخیر. خدا کنه جور و صحت سلامت باشین. خواستم در این ویدیو براتون صبحانه ترکی را به معرفی بگیرم. طبقی که در ویدیو میبینین صبحانه ترکی از هر لحاظ بی‌نقص و مکمل است و باید هم همین رقم باشه. این ویدیو را از یکی از هتل‌ها ما گرفتیم، ولیکن در کل کسایی که در ترکیه زندگی میکنن میفهمن که مردم ترک صبحانه فوق العاده خوب میل میکنن. برعکس در افغانستان خوب صحیح یادم هسته که وقتی که ما برآمدیم کسایی که مکتب میرفت، پانتون، کار، همه یک دوش اول خو صبحانه یاد ما میرفت. بدو که نمیدوی طرف کار و بار زندگی یا درس مکتب. و کسایی که یک کمک وقت داشت یا بالاخره ما میگفتیم که بیا یک چای صبح بخوریم، باز یک چایک شیرین کتی نان خشک یا بالاخره یک تخم بانجان رومی یا یگان روز پدرم یا خود ما یا دوستا هر کس که ویدیو رو میبینه خب بیاد دارن که میرفتن از نانوایی نان روغنی میگرفتن. موضوع بسیار یک صبحانه مکلف میشد. نان چاشق دیاد هیچ کس نبود فضل خدا. باز نان شو بزن که نمیزنی، هر چیزی که بود و نبود از سرخان. در حال که میگن که صبحانه رو میگه تنا بخو، نان چاشت همراه رفیقا و دوستا، نان شو که دشمنا. ما برعکس بودیم، نان شو تنا میخوردیم. و از این جایی که ما بر شما ویدیو گرفتیم به نام کاپادوکیا از ترکیه. کسایی که دیدن ترکیه را میفهمن، کسایی که ندیده کاپادوکیا بسیار یک شهر تاریخیشان است و در اواخر بسیار زیاد مشهور شده به خاطر که در بالونا در اینجا پرواز میکنه و بسیار یک نمای مقبول داره. یک جای تاریخی است. دیگه خواستم که تانی ویدیو رو شریک بسازم و همچنان از شما عزیزان تقاضا میکنم که سفر لایک شیر کنین، سابسکرایب کنین و همچنان حمایت همیشگیتان همراه ما داشته باشین تا بتانم ویدیوهای خوب و خوبتر البته به نظریات شما جور بکنم و شریک بسازم. پیشنهاد و انتقادات شما ویدیوهای بعدی من را بی‌نقص و از هر لحاظ تکمیل می سازه. پس منتظر انتقاد و پیشنهاداتتان هستم. از درگاه الهی بر شما صحت و سعادت آرزو میکنم. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. خداوند یار و یاورتان.